سلام و درود، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با یه دونه فایل کاهش لج که میخوایم جی تی ای رو لجش رو کاهش بدیم، خیلی کم کنیم در حدی که دیگه روان باشه، حتی واسه سیستمای ضعیف، شاید اصلا بگم خیلی ضعیف. روان به دو تا فایل نیاز داریم. یه دونه حذف اروره که همون هیپ ادجاستره، یه دونه مال همون گرافیکه که اصلیش اینه. همین فایلی که میخوایم باش کار کنیم اصلیش اینه. یه دونه هم اوپن آیویه و با خود بازی. آقا من این مسیر رو ساختم TXT شو که کامل بفهمیم کجا بندازیم. من اینو تو همینا رو خب با این دوتا فایلی که داریم تو کانال تلگرام میذارم. آیدی کانال تلگرام هم میذارم تو دیسکریپشن. بعد همین دیگه، بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، من گفتم بریم سراغ ویدیو ولی اینو گوش نکنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ساب، لایک و زنگوله یادتون نره اینا رو بزنید. اصلا زنگوله رو نمیزنید، ساب و لایک رو بزن، چون هم ما رو حمایت میکنین، هم خیلی هم خوشحال میشیم با حمایتاتون. خب آقا بریم سراغ ویدیو. ما با این دوتا اولش با این فایل کار داریم. خب که اینجا نوشتم کامل چیکار کنیم. قبل از همه این آخره. خب اینی که من نوشتم setting.xml این آخرین کاری که انجام میدیم، ولی اولش شما برین تو دیسپیسیتون داکیومنت راکستار گیمز GTA V. خب یه دونه از این بکاپ بگیرین قبل از اینکه مود رو بزنین. خب یه دونه از این بکاپ بگیرین که بازیتون خراب شد بازم بتونین درست کنین با این فایل. خب اینو که بکاپ گرفتین، خب میگه نورمال رو مرج کن. آقا های هست، نورمال هست. خب من های رو پیشنهاد نمی کنم، چون اگه سیستمتون قوی باشه اصلا نیاز نیست های رو بندازین. ولی چون سیستم ضعیف، خب واسه سیستم ضعیف من این ویدیو رو گذاشتم که لجشون کم بشه. نورمال رو بزنین. به نظر من، از نظر خودم نورمال رو بزنین، ولی های شاید بازیتون مشکل پیدا کنه، ولی بازم بزن امتحان کنین. نورمال رو که زدین کلیک راست میکنین روش مرج هست، مرج رو میزنین که من قبلا زدم لازم نیست بزنم دوباره. مرج رو زدین باید بدون ارور باشه این مرج زدنتون. خب مرج رو که زدین باید پیامی که واسهتون بالا میاد بدون ارور باشه، کامل با موفقیت. خب آقا اینو خب commandline.txt رو که همینی که هست، خب اینو کپی میکنین میندازین تو فایل لوکیشن رو از کجا میارن؟ کلیک راست میکنین رو بازیتون اوپن فایل لوکیشن، اینو که زدین خب اینجا کپی میکنین فایلتون رو، commandline.txt رو تو فایل لوکیشن کپی میکنین. خب آقا الان کار با اوپن آیوی شروع شد. الان میریم اوپن آیوی رو باز میکنیم، ویندوز GTA V. بعد من اینو بالا بیارم، این نیست. ادیت مود رو میزنم، حالا میارم اینور. گفته پوشه 1 رو تو اوپن آیوی X64i همینجا اینه. خب لول پراپس GTA 5 پراپس، این نمیدونم دیگه چی نوشته، وی پروک هرچی 1. خب ما میریم انجام میدیم این پوشه 1 باز میکنیم، آماده X64i. ببین GTA V رو که زدین هیچی دیگه نمیدونم آپدیت و X64 هیچی نمیخواد. اینجا X64i.rpf اینو میزنین، show in mods folder levels GTA 5 props. کدوم گزینه بود؟ این بود. این خب ببین اینا همشون فرمتشون وایدی آره. خب فرمتشون وایدی آره. میاین پایین فرمت میبینیم وایتی هست. خب چیکار میکنین؟ اینا رو پوشه 1، خب اینا رو سلکت میکنین همینجوری اینجوری میندازین اینور که من قبلا انداختم، لازم نیست بنداز، انداختین اینور. خب تموم شد پوشه 1. میریم پوشه 2 گفته چی؟ X64i لول همون مسیر پراپس، ولی یه چیز دیگه است،
ویژیتیشن نمیدونم چی، خب ویتریس میندازیم اینجا. پوشه 2 رو، پوشه 2 هم اینقدر فایل توش هست. خب میریم اینجا، بازم x64 i levels GT 5 props، این آخری تریس. خب اینم بازم فرمتشون وایدی آره خب، ولی اینا وایتیدیه. همه اینا رو خب سلکت کردین میندازین اینور. من قبلا انداختم نمیندازم، لازم نیست اصلا. انداختیم پوشه 2 هم تموم شد کارش. حالا میریم پوشه 3. پوشه 3 باید تو 2 تا مسیر بندازیم. کجا و کجا؟ ببین 2 تا پوشه 3 من زدم اینجا، یه دونه این پوشه 3، یه دونه این پوشه 3. میگه پوشه 3 رو خب تو اینجا کامان دیتا تایم سیکل این رو من همش رو یه بار ببندم. خب میگه کامان من نمیبینم اینجا، کامان پایینه فکر کنم، نه اینه. میگه تو پوشه کامان RPF دیتا بعد تایم سیکل ایناش. پوشه 3 رو اینجوری سلکت میکنیم میندازیم میندازیم اینجا. خب که من قبلا انداختم اصلا لازم نمیکنه من بندازم. پوشه 3 مسیر اولش کارش تموم شد. خب کارش تموم شد، میندازیم تو پوشه دوم، مسیر دومش. پوشه 3 رو میندازیم تو مسیر دومش. مسیر اول رو انداختیم، حالا مونده مسیر 2. 2 تا مسیر میندازیم جداگانه، همونطور که گفتم. خب پوشه 1 و 2 رو تو مسیر جدا جدا میندازیم تو یه مسیر، هر کدوم یه مسیره، ولی پوشه 3 رو تو 2 تا مسیر مختلف میندازیم. یه دونه اینه، یه دونه اینه. آپدیت گفته کجا بندازیم. update.rpf command data time cycle. من اینا رو ببندم. خب گفته update rpf command data time cycle اینجا. خب اینا رو بازم پوشه 3 همونا رو سلکت میکنیم، همینجوری میندازیم تو اینجا، همین مسیری که گفته واسه اوپن آیوی که من قبلا انداختم، لازم نیست. خب آقا این کارمون با چیز تموم شد، اوپن آیوی، که کلا دیگه فایل رو انتقال دادیم اونجا. لازم نیست که کلا دیگه با اوپن آیوی کار کنیم. اوپن آیوی رو قشنگ از ادیت مود در میاریم میبندیم. حالا میبینیم بقیهش چی گفته دیگه. این آخرشه. setting.xml همون که گفتم بکاپش رو بگیرین، مال اصلی خود بازی. قبل از اینکه این مود رو بزنین، من با مودای دیگه کار ندارم، این مود رو قبل از اینکه بزنین خب رو بازیتون حتما باید حتما این اجباریه یه دونه بکاپ خب از این setting.xml بگیرین. اگه گرفتین خب باید بیاین دیگه، رسیدیم به آخرین کاری که باید بکنین. باید اینا رو خب setting.xml رو، مال همون مود گرافیک رو، کاهش لج البته، بندازین تو این مسیر. گفته documents rockstar games GTA V. حالا باز میکنیم، این زده تنظیمات گرافیکی. خب اینم بگم، این ستا رو که تموم کردین، این ستا پوشه. خب یه دونه تنظیمات گرافیکی میمونه. ببین اینو زدیم، خب اینم زدیم، خب این ستا رو هم زدیم. حالا یه دونه مونده اینو باز میکنیم. حالا ببین گرافیک بالا زده. خب گرافیک بالا، اگه تو مثلا کامپیوترت، تو مثلا سیستمت، کامپیوتر هرچی، خب اگه ضعیف نبود، خب چه لزومی داشت بیای کاهش لج بزنی؟ خب ضعیفه که کاهش لج میزنی، اصلا لازم نیست گرافیک بالا بزنی. من پیشنهاد نمیکنم، خودتون میدونید. من واسه خودم گرافیک به شدت کم زدم که بازی روان بشه. خب گرافیک کم هم هست، گرافیک متوسط هم هست، همشون setting.xml دارن که واسه خودشون یه دونه کد نویسی شده، هر کدوم واسه خودش. اینم گرافیک بالا. من گرافیک به شدت کم زدم که همین جوری میزنم. این
واسه چیز واسه ویدیو. اینو کپی میکنیم، خب میایم تو داکیومنتس راکستار گیمز جی تی ای وی میندازیم اینجا، ریپلیسش میکنیم، جایگزین میکنیم دیگه، یه دونه دیگه ایجاد نمیکنیم اینو حذف کنی اینو بیاری، نه قشنگ اون فایلی که انتخاب کردی مال گرافیکت، خب تنظیمات گرافیک، میاری جایگزین میکنی دیگه، قبلش اینو حذف نمیکنی که بعدن جدید رو بندازی اینجا، اینو جایگزین میکنی. من که جایگزین کردم خب دیگه لازم نیست. حالا میبندم همین چیزو دیگه، کارمون با اینم تموم شد. همه اینا رم، خب همه اینا بجز این دوتا که این جی تی ای وی و اوپن آی وی، این سه تا فایل، خب این سه تا فایل رو من تو کانال تلگرام میذارم دیگه، اونجا راحت دانلود کنید. حالا من برم تو جی تی ای وی ببینم گرافیک چطور شده. یه تنظیماتی هم هست، خب یه 2 تا 3 تا تنظیمات میخواد واسه چیز، تنظیمات گرافیکش که بدون لگ بشه، کامل لگش بیاد پایین، روان بازی کنه، اونم نشون میدم تو خود بازی. آقا این حذف ارورم حالا نگفتم ولی یادم رفت بگم، خب زودتر بگم تا نرفته داخل بازی. حذف ارور، خب اینو که زدین هیپ ادجاست زده، اینا رو کپی میکنین، خب کپی که کردین میندازین تو کجا، فایل لوکیشن که زدین، زود من برم اینجا پست میکنین. همین مال حذف ارور هم همین بود. خب حالا بریم داخل بازی. خب آقا من اومدم داخل بازی، خب همونطور که میبینی یکم لگ داره، حالا خب یکم لگ داره. میریم تو تنظیمات، همونطور که گفتم باید یکم تنظیمات لازمه بهش بدیم. دیسپلی نه، حالا من یکم یه دونه صفحه رو درست کنم. خب دیدید لگش بیشتر شد. خب میایم اینجا، این 834 من خودم گذاشتم قبلا، خب اولش واسهتون آفه، خب شما یه بار مثلا میندازین رو 750، خب گرافیک رفت بالا، خب ولی لگ هنوز داره، گرافیک رفت بالا ولی لگ هنوز داره. چیکار میکنیم؟ یه دونه پایین تر میزنیم، مثلا 500 یا 600. من خودم 500 رو ترجیح میدم، 500 رو امتحان کنیم ببینیم میشه. حالا من رزولوشن چیزو زیاد کردم واسه همین این لگش یکم زیادتر شد ولی این کلا لگ نداره. ببین 500 یکم لگ داره به خاطر اون تمام چیز فول استرینش کردم واسه همونه، یکم لگ داره ولی خوبه. این اصلا لگ نداره، اگه مثلا فول استرینش در بیارم واسه ویدیو لگ نداره کلا. اگه الان از فول استرین در بیارم میبینیم که کلا لگ نداره. چرا؟ چون رو 500 FPS. حالا من برم از فول استرین در بیارم نگاه کنیم ببینیم چه تغییری کرد. ببین کلا از بیرون هیچ لگی نداره تقریبا، ولی داخل بازی تقریبا لگ میشه احساس کرد. ببین انداختم روی این، حالا ببینیم تغییراتش. ببین کیفیت خیلی اومد پایین، خب ولی لگ نیست. حالا بریم بندازیم رو 834 همون قبلیه، انداختیم رو 834. گرافیک یکم رفته بالا، خب ولی لگم همچنان نمیدونم تغییر کرده، لگ تقریبا میشه گفت نداره. هم گرافیک میره بالا با اون FPS که میزنی میره بالا، هم لگ میاد پایین. یه جورایی خوبه، گرافیک میره بالا لگ میاد پایین. حالا بریم
رو 750 امتحان کنیم ببینیم رو 750 چی کار چه جوری هستن. 750 بندازیم. Slick wheel work. 750 تقریبا دیگه کلا لگ نداره. حالا 500 بندازم دیگه کلا لگ میره ولی خیلی کیفیتش میاد پایین. ولی من میخوام فول استریم بازی کنم، مثلا تو ویدیو فول استریم باشه. خب میندازم رزولوشن رو آخر میندازم، خب که گرافیک بره بالا، لگ ولی داشته باشه، خیلی کم داشته باشه، اون بهتره. الان بریم به امتحان کنیم. بازم همون بندازم گرافیک، اینا رو بندازم رو 1600 و 900. ببین گرافیک خیلی رفت بالا ولی لگ خیلی زیاده. من الان چیکار میکنم؟ اینو میندازم رو 500. چی شد؟ کلا زمین سیاه شد. من بست. حالا ما با لگش کار داریم. لگ یکم تغییر کرد، اومد پایین. خب گرافیک ولی خیلی زیاد رفت بالا. گرافیک رفته بالا، لگش هم یکم تغییر کرده اومده پایین. حالا این 500 شه. اگه بندازم رو 834 یا 750 که کلا سیستمتون اگه ضعیف باشه مثل مال من تقریبا، حالا مال من معمولیه خیلی ضعیف نیست، ولی اگه سیستم ضعیف باشه دیگه کلا سیستم وای میسه، کلا پیستون وای میسه. خب ولی چون من میخوام تو ویدیو یوتیوب که میگیرم گیمم فول استریم باشه، مجبورم این کارو بکنم. رزولوشنش رو بندازم بالا، گرافیک بالا بره، لگش هم که الان نرمال باشه. ولی الان که مثلا دیدیم قبل از این رزولوشنش رو آوردم پایین، گرافیک اومد پایین ولی لگ صفر شد تقریبا میشه گفت. حالا دیگه مونده به سلیقه خودتون، ولی واسه یوتیوب اینجوریه، ویدیو یوتیوب. خب چون من فول استریم کردم واسه ویدیو یوتیوب اینجوری، ولی واسه معمولی که فول استریم هست خب رو 800 و 900 800 600 بود فکر کنم. من برم ببینم الان زده چند. رزولوشن 1600 در 900. خب الان رو 800 در 600 رو این. خب رو اینم فول استرینه، این الان فول استرینه تا من ویندوی نکنم. خب تا نندازم رو ویندوت دیگه تغییری نمیکنه، ولی واسه ویدیو تغییر میکنه. الان فول استرینه ولی بندازم رو 1600 در 900 فول استرین میشه که توی ویدیو میبینین تغییرشو. ولی روی 800 در 600 باشه خب واسه شما که ویدیو نمیگیرین فول استرینه ولی گرافیک پایین میاد، ولی لگش با این مود لگش میاد پایین، خیلی میاد پایین. حالا دیگه مونده سلیقه خودتون. اگه ویدیو میگیرین میخواین فول استریم باشه بندازین رو 1600 در 900. اون گرافیکش هم این فریم اسکیلینگ مود، اینم حالا فریمش هم بندازیم رو 500. ولی اگه ویدیو نمیگیرین همینجوری میخواین خودتون بازی کنین، فول استریم هم هست، روی 800 در 600 باشه، خب از نظر من اینو بندازین رو 834 یا 750، چون گرافیک نسبتا میره بالا ولی لگ هنوز پایینه. حالا بیشتر از این نرین چون گرافیک میره بالاتر، لگ هم با اون میره بالاتر، ولی رو 834 و 750 فریمش خب این دوتا گرافیک میره بالا ولی لگش خیلی کم، مثلا میتونین ببینین که لگ داره. حالا دیگه مونده سلیقه خودتون. همین دیگه، این کل آموزشش بود، کل ویدیو بود. توضیح دادم دربارش چیکار کنین، هر چی سلیقه خودتونه دیگه. همینا بود مال گفتن یا همین. فایل هم که میذارم تو کانال تلگرام میتونین واسه خودتون دانلود کنین بندازین رو پی سی، بعد همون چیزایی که گفتم رو طبق ویدیو جلو برین
این میشه نتیجه. همین. لایک و ساب و زنگوله یادتون نره، حتما بزن اینا رو، چون هم حمایت میکنین هم ما خوشحال میشیم که اینا یادتون نره. همین.